the street and at the universities. For cycling, it doesn't make fun. It's just a very strong. It's a steep bike. It's just very strong, and I have here 2 bags and 1 big bag here, and I have here normal. They took off the carriers. There is here is a carrier in the back, and also here is a bag. I arrived on Sunday. Last Sunday. من با دوشنبه روز یکشنبه اومده بودم. روز دوشنبه در خیابان رودکی با یک طرفخانه در اومدن نهاری میکردم. دوچرخه رو در نزد بینا گذاشتم. تقریبا 20 دقیقه پس بیرون برآمدم که دوچرخه نیست. اول فکر کردم کسی آن رو به طرف دیگری طرفخانه بردن مانده باشد و دیدم که دوچرخه رو یک بچه ناشناس سوار شده برده ایستاده است. با پلیس مراجعه کردم. آنها مرا نفهمیدند. کسی اونجا با زبان انگلیسی گپ نمیزد. بعد به خلاصه اومدم که به رسانه‌ها مراجعه کنم. حادثه مذکور به نقشه من تغییرات وارد کرد. برای جستجوی دوچرخه من 4 روز صرف کردم. آن را به من امروز برگردانیدند. یک جوان جای واقعی را در اتوبوس معاین کرد و دوچرخه را او بر عوض مکافات $200 آمریکایی به من سپرد. در دوچرخه من 6 جزلان جای داده می شود. خود دوچرخه پولادی است که بار وزنی را می بردارد. با این دوستی آهنینم 10 کشور را گشتم. سیر من از نپال آغاز یافت. برتری سیر جهان با دوچرخه در آن است که تو با مردم شناس می‌شوی، طرز زندگانی آنها را می‌بینی، از دهات دیدن می‌کنی و نهایت دوستان زیاد پیدا می‌کنی. هر کشور به خود خاص است. نمی‌توان آنها را رده‌بندی کرد و گفت که فلان کشور خوب است و فلان بد. مردم در هر جا هر خیل خصلت دارند. در جای خاکسارند، در دیگر جا مهمان دوست. مقصد من نیز از سیاحت شناس شدن با فرهنگ مردم‌های مختلف است. 3 سال قبل من دانشگاه را ختم کردم و به سیاحت برآمدم. از رسانه‌های ما عاید به کشورهای منطقه آسیا بیشتر خبرهای منفی میشنویم، اما در سیاحت به خلاصه میاد که اصل چنین نیست. از تاجیکستان من نقشه دارم به قرقیزستان و پس به چین سفر کنم. If you visit the countries, most of them are just. See you, Johannes. Good trip.